سلام. به نظر میرسه آمار میلیونی و رو به رشد ثبت نام کنندگان در راهپیمایی اربعین اعضای شبکه من و تو رو متحول کرده. از حلال و حرام صحبت میکنن. همتون حروم خورین. همتون دارید مال حروم میخورید، با مال حروم میرید حج، با مال حروم دارید امکانات میگیرید. ظهور و بروز این خشم اشکال دیگه‌ای هم داره، مثلا با تحریف. شبکه تروریستی اینترنشنال در یک پست بخشی از یک خبر رو منتشر کرد که واکنش مردم رو اینطور برانگیخت: 1550 تن گوشت، مرغ، برنج و شکر بین موکبداران اربعین در تهران توزیع میشه. پس حلال و حروم چی میشه؟ از جیب و مالیات مردم ایران؟ این شبکه با انتشار ناقص خبر توی این قسمت که پربازدیدترین بخش یک پست مجازیه القا کرد که این اقلام دارن رایگان تحویل داده میشن، در صورتی که در اصل خبر نوشته شده بود که همشون با قیمت مصوب قراره به فروش برسن. البته این شبکه به اون تعرفه ها و قیمت ها در زیر پست به شکل ضمنی اشاره کرد، اما در بخشی که روی کم توجهی مخاطب هم حساب کرد. اما جلوه این حب و بغض ها همیشه اینقدر عریان نیست. اهل فن میگن اگر شما هم یکی از شرکت کنندگان در اربعین حسینی هستین، حواس جمع‌تر گام بردارید. جاسوس ها در کمینند. به اندازه خودمون مراقب باشیم که اطلاعاتی که نیاز نیستش به کسی بگیم نگوییم. همه حرف ما تجدید هوشیاری هستش، تجدید دقت هست و این که فراموش نکنیم که به هر حال هر جایی دشمن ممکنه که دام خودش رو پهن کنه. و یک آمار از دستگیری جاسوسان رسانه‌ای. وزارت اطلاعات اعلام کرد 98 نفر از عوامل داخلی وابسته به شبکه تروریستی اینترنشنال رو دستگیر کردند. اونها که نقش جاسوس‌های رسانه‌ای رو ایفا می‌کردند. اسم اینترنشنال اومد. این هفته یه آمار عجیب و غریب از یک روانشناس ایرانی در این شبکه داده شد. عضو انجمن روانشناسی ایران میگوید بعد از جنگ مراجعه مردم به مراکز رواندرمانی 40% افزایش یافته. واقعاً اون روانشناس کیه؟ چیزی که من در مصاحبه گفتم و چیزی که شبکه‌های ایشون همون آقای روانشناسی هستن که این آمار ازشون نقل شده. میگه در یک مصاحبه صوتی با یک پایگاه خبری من مطرح کردم که توی جنگ اخیر مراجعین من نسبت به قبل از جنگ 40% استرسشون بیشتر شده بود. یعنی استرس و استرس اون نسبت به قبل یکم شاید مثلا 40% بیشتر شده و اینم خب طبیعی هم هست. با این وجود اون پایگاه خبری تیتر زد افزایش 40% مراجعین به مراکز درمانی بعد از جنگ. با وجود اینها اینترنشنال خبر تحریف شده از افزایش آمار مراجعین رو باز تحریف کرد و نسبتش داد به یه موضوع دیگه. ناامیدی از تغییر و تداوم حکمرانی فعلی در کشور موجب اضطراب شهروندان شده. جامعه شناسان و روانشناسان البته معتقدند با وجود استرس هایی که تجربه شد، تاب‌آوری و همدلی ایرانی ها نتیجه رو تغییر داد. الان خیلی قدرتمندتریم. جنگ تقویت رویکرد ملی، هویت ایرانی، همدلی، تاب‌آوری مورد توجه قرار میگیره. نصر بلندی اعلام وضعیت خطر و هشدار توی میدون صنعت. این ویدیو هم قابل تأمل بود. القا میکنه این چیزی که داره نشون میده نشانه ای از مقدمه چینی جنگه. این ادعا مورد توجه خیلی از کاربرای فضای مجازی و حتی پایگاه خبری قرار گرفت. هرچند اسناد و مدارک نشون میده که سال قبل این مناره و چند ده تا مثلش توسط سازمان زیباسازی شهر تهران بنا شد. برای چه کاری؟ پخش اذان. حالا تکرار این جعل‌ها، تحریف‌ها و وارونه‌سازی‌ها در بلند مدت اثری هم داره؟ میتونه باعث بشه که حس بی‌اعتمادی، حس عدم انسجام در جامعه، حس بدبینی و تناقض در جامعه اتفاق بیفته که اینا خیلی میتونه آسیبزا باشه. در بلند مدت میتونه اون همبستگی ملی که حالا شکل گرفته و وجود داره دچار خدشه بشه.